قطب راوندی در خرائج، صدوق در کتب مختلف نقل کردن به سند تام، دست می‌گذارد بر سر هر کسی، هم عقل کامل میشه، هم هر مردی قدرت 40 مرد پیدا میکن. این معنی ید الله، عین الله ناظره فی العباد، ید الله الباسطه علی العباد. خلاصه نه او را شناختیم، نه مقامش را به دیگران شناساندیم.